تورا سوریه یا مافی مروان قربانیان مها مجداری لسوریه راگهاند. کو 231 سیویل لسوریه ده هیاما و مهده هاتنه کشتن و جوان 79 سیویل لسر دست هیزن هفپیمانیان نافدولتی هاتنه کشتن. در راپورتا حیوانه یا تورا سوریه یا مافی مروان ده هاتیه کو راپورتا وان یا و مه لگوری شیان خواه آمارا همو قربانیان سیویل ین کو لسر دست هر هفت آلین اکتیف لسوریه ده هنه کم کرنه. او جی هیزن رژیم سوریه کو ارتش و هیزن اولهی و میلیسیاین ملی شیعی عجمی لخوادگره و هیزن روسیه و رخستنین اسلامی تندرو و گروپین چکدارین سرب اپوزیسیونه و هیزن ریوبریا خواسر یا پیاده یا کو شاخ پککی لسوریه و هیزن هفپیمانیا نافدولتی و هنک آلیه دن. درباره قربانیان آلیین چکدار تو بشهنه. قربانیان اپوزیسیونا چکدار تورا سوریه درباره زانینا وان قربانی راستی گلک زحمتیاته جبر کو اول سنگر شرطین کشتن ند ناوا باجارانده. لو ماجی ینکو تین بلگه کرن هجمارین کیمن نزیدانه. درباره قربانیان هیزن رژیم اسد یان رخستنین اسلامی و پیاده تورا سوریه مافی مروان راگهاندگه. جخوا افگلک استمه کو تو بکاری زانیارین وان بزانی و شاشیتین درباره زانیارین وان ده وان قربانیان ده گلک هنه. جبر کو اف آلی قربانیان خواه اشکره ناکن. و تو رژی نینه ام بزانن هجمارین وان ین ورد چنه. قربانیان و مه لگوری تورا سوریه مافی مروان 72 سیویل لسر دست رژیم سوریه دناف ده 22 زاروک و 6 جن و 14 کسی دن هاتنه کشتن. قربانیان رخستنین اسلامی 20 سیویلن. جوان 9 زاروک و 4 جنن. رخستنا داعش 19 کشتنه جوان 9 زاروکن و 4 جنن. و دسته تحریر الشام 1 سیویل کشتیه. گروپین چکدار ین اپوزیسیونی جالیو خواه 2 سیویل کشتنه. او جی دبن اشکنجه ده. چکدارین پیاده 11 سیویل کشتنه و ناوان ده جی 3 زاروک هنه. هیزن هفپیمانیا نافدولتی 72 سیویل کشتنه. دناوا وان ده 42 زاروک و 17 جن هنه. او جی لانجام توپ باران کرنا هیزن هفپیمانیا. داویا راپورتا تورا سوریه مافی مروان ده یا و مهده هاتیه کو 47 سیویل هاتنه کشتن. ده انجام تقینا ماینان و گلین نناس و بومبین چاندی و خنقاندن و روداوین حرمکی لانجام توپ باران ترکیه و قربانیان هیزن اردن و لبنانینه.